اهمیتش برای من خیلی کمتره. مثلا شما ذهنت سمت سرطان میره، شما به جنگ افغانستان فکر میکنی، شما فکرت مشغول گرمایش جهانه، ولی من تو این اوضاع فکرم فقط مشغول موفقیتمه. شما میتونین شبا به این فکر کنید که من دارم به سمت موفقیت میرم و من شبا به این فکر میکنم که شما دارین کشتیهای جنگی رو میفرستید به نقاط مختلف دنیا. نه نیازه که من به کارهای شما فکر کنم و نه شما لازمه که به کارهای من توجه کنید. فکر کردن به اتفاقات جهان قرار نیست روی من و خانواده من و اهداف و رویاهای من و چیزی که من قراره توش به درجه استادی برسم تاثیر بذاره. پس من نه اخبار میبینم و نه روزنامه میخونم. من افرادی رو میشناسم که هر روز ساعتها دارن اخبار ناراحت کننده دنیا رو میبینن و گوش میکنن، چون اخبار همینه، بدترین خبرای دنیا رو جمع میکنن و به شما میدن و این چیزای منفی به شما منتقل میشه و بعد میخواین با انرژی مثبت باشین، در حالی که اینطور نیست. اصلا بهتون کمک نمیکنه. بازم میگم ازتون نمیخوام که لیست منو کپی کنید. درسته من بعضی وقتا بازی ورزشی رو میبینم، هیجان داره، ولی هیچ کدومشون رو دنبال نمیکنم. این زمانو بذارین و روی خودمون کار کنیم. خب من لیست موزیک گوشیم خالیه و فقط به سخنرانی مربوط به موفقیت گوش میدم و سیدیشو وارد کامپیوترم میکنم و خارج میکنم. بازم میگم که نمیخواد کارای منو دنبال کنید، ولی من زمانی رو که برای وصل کردن آیپد به آیتون صرف میکنم و میذارم روی یه چیز اصلی. باشگاه بدنسازی. من قبلا تو ساوت بیچ زندگی میکردم، الان نصف و نیمه اینجا زندگی میکنم. قبلا که تو این منطقه زندگی میکردم و سر کار میرفتم، روزا 2 تا 3 ساعت میرفتم باشگاه و ورزش میکردم و از اینی که الان هستم مسئولی تر بودم، ولی بعدش به خودم گفتم ولش کن بابا، مهمترین چیز اینه که بدن سالمی داشته باشیم. این باشگاه رفتن زمان زیادی رو ازم میگیره، فقط بهتره که سالم بمونم و این 2 ساعت رو در روز بذارم برای یه چیز اصلی. من در 2 منطقه دائم در حال تغییر مکان هستم، سندیگو و ساوت بیچ، و هیچ وقت تا به حال نرفتم موج سواری. حسودی میشه به کسانی که موج سواری میکنن و روحشون جلا پیدا میکنه و من این زمانو میذارم رو چیز اصلی، کارهای مکانیکی. این یکی رو با شرمندگی میگم، به جز چیزایی که به کارم مربوط میشه تو بقیه کارها مثل خلوچلام. محل کارم یه دستشویی مستر داره و یه دستشویی دیگه که انتهای سالنه. یه بارم همسرم منو دید که داشتم میرفتم به دستشویی که در انتهای سالنه و بهم گفت چرا از توالت مستر استفاده نمی‌کنی؟ بهش گفتم خب توالت خراب بود. همسرم گفت الان یه ماهه که دستشویی اینجوری شده. گفتم آره خیلی وقته. بهم گفت چرا نمیری تعمیرش کنی؟ گفتم نمیدونم. همسرم گفت بیا اینجا. رفتیم دستشویی و همسرم تانکر توالتو برداشت گفت اینجوریه. گفتم پس اینجوریه. همسرم دکمه فلش رو جابجا کرد و درست شد و توالت دوباره شروع به کار کرد. دارم میگم که افتخار نمی کنم به اینکه چقدر مبتدیم تو این مسائل مکانیکی، ولی تمام انرژی و زمان رو میذارم روی یه موضوع. روز شنبه همسرم یه لیست خرید بهم داد و گفت عزیزم اینو میگیری؟ گفتم عزیزم چرا یکی استخدام نمیکنی؟ خیلی خوب این زندگی منه. حالا میخوام بهتون بگم تمام این زمانها و انرژی هایی که نمیذارم تا این کارا رو انجام بدم، میذارم برای یه کارایی که دوست دارم انجامشون بدم و روشون تمرکز میکنم تا به بهترین شکل انجامشون بدم و میخوام اینجوری باشه، نمیخوام که وقتم تلف شه. میفهمید؟ خیلی خوب شما باید خودتونم برای خودتون یه لیست از کارهایی که نمیخواین انجام بدین تهیه کنین. اون حس غرور و افتخاری که از بلد بودن یه سری چیزا دوست دارین به دست بیارین و بی خیالش بشین و تمام زمان و انرژیتون رو بذارید برای این کار. پس سوال من از شما اینه، شما حاضرین چه کارهایی رو بی خیال بشین تا به اون چیزی که میخواین برسین؟ چون خیلی از کارهایی که براش زمان و انرژی میذارین و در واقع زیادم بهش اهمیت نمیدین که توی این کار خیلی خوب و عالی باشین، ولی با این وجود زمانتون رو از دست میدین. خیلی خوب پس بیایید حرفامون رو تا الان دوره کنیم. خیلی خوب شماره 1، خیلی از کارهایی که انجام میدید و متوقف کنید. بسیاری از کارهایی که براش وقت میذارین و در طول روز انجام میدید مفید نیست. وقتتون رو بذارید برای چیزایی که واقعا اهمیت داره. در اون چیز به حد عالی برسید. بذارید بهتون بگم که فرق شما از الان تا 1 سال دیگه همین موقع اگه از فرمولی که میگم استفاده کنید شگفت انگیزه. میخوام بگم که نتیجه‌ای که میگیرید چند برابر بهتر از نتیجه الانتونه، به شرط اینکه از این فرمول استفاده کنید. خب حالا بذارید براتون از اون کارای اقلیت حیاتی بگم. اگه خدایی نکرده با ماشین تصادف کنید و پاتون بشکنه و از گوشتون خون بیاد و برید به اورژانس بیمارستان، اولین کاری که میکنن چیه؟ میدونید که چی کار میکنن؟ قرار نیست همون لحظه پاتون رو گچ بگیرن وقتی گوشتون داره خون ریزی میکنه. اونا اول از همه علائم حیاتیتون رو چک میکنن، نمیتونن اول برن سراغ پاتون.
به نظرتون میشه اول پاتون رو چک کنن وقتی قلبتون داره وای میسته، وقتی لحظه به لحظه داره ضربان قلبتون کاهش پیدا میکنه برن پاتون رو گچ بگیرن؟ این آخه امکان پذیر نیست. اولین کاری که باید انجام بشه اینه که علائم حیاتی شما چک بشه. همین اتفاق برای فعالیت‌های شما هم صادقه. بعضی کارها هستن که برای فعالیت‌های شما و زندگی شما لازم و حیاتی هن، در حالی که شما اونا رو نادیده میگیرید و میرید سراغ آتش سوزی و سر و صداهای بلند و صداهایی که توجهتون رو به خودشون جلب میکنن. شما دارید فعالیت‌های مهمتون رو بیخیال میشین و ازش میگذرین. خب بیایید درباره این علائم حیاتی توضیح بدیم. ما یه سری عملکردهای حیاتی داریم، اولویت‌های حیاتی داریم، ماتریکس‌های حیاتی و پیشرفت‌های حیاتی که اینا دستای مختلف کارای کوچیک حیاتی هن که اگه در هر کدوم از فعالیت‌ها به سراغ اون فاکتورهای اندک و مهم و حیاتی برید، مطمئن باشید که تأثیر شگرفی در زندگیتون میذاره. بریم سراغ این دسته ها. اولین دسته عملکردهای حیاتی هستن. اینا کارایی هن که شما به خاطرش ماه به ماه در محل کارتون دارید حقوق میگیرید. همتون دکتر اوزو میشناسید. من عاشق این مردم. این مرد فوق العاده است. با اینکه یه برنامه تلویزیونی داره که برنده جایزه امی شده، با این حال هر سال بیش از 200 تا عمل جراحی قلب باز انجام میده. با این حال 2 تا کتاب نوشته، 2 تا سازمان خیریه داره و من شانس اینو داشتم که ببینمش و باهاش حرف بزنم. این من هیچ گونه استرس و تنش و نگرانی در وجودش نبود، هیچ موبایلی پیشش نبود و خیلی خونسرد و آروم بود. رفتم پیشش، بهش گفتم که چجوری این همه کار رو انجام میدی؟ چون من 1/10 کارای تو رو انجام میدم و دارم دیوونه میشم. دکتر بهم گفت که فقط چند تا عملکرد مهم و حیاتی است که باید تو هر کاری داشته باشی. به عنوان مثال عمل جراحی قلب رو در نظر بگیر. هنگام عمل جراحی قلب باز کارهای بسیار زیادی باید در حین عمل انجام بشه که این کارا رو سایر عوامل انجام میدن و میخوام بهتون بگم که زمانی که عمل میخواد شروع بشه، یعنی همون عمل اصلی، اون زمانیه که من میام جلو و با دستانی تمیز اون عمل رو انجام میدم، چون اگه درست انجام بدم مریض زنده میمونه و اگه درست انجام ندم میمیره. پس من باید توی اعمال حیاتی و مهم استاد باشم. من میرم اتاق عمل، اون عمل مهم رو انجام میدم و اون اتاق رو ترک میکنم و بقیه همکارانم بقیه کارا رو انجام میدن. همین اتفاق در برنامه تلویزیونی هم میفته. من کارای تبلیغاتی رو انجام میدم، مسئول نورپردازی سالن نیستم، فقط یه چند تا کار کوچیک و حیاتیه که من باید توش عالی باشم و باید هر بار برای انجام دادنش آماده باشم. من میام اون عمل حیاتی رو انجام میدم و بقیه کارا رو بقیه انجام میدن. همین اتفاق برای مدیریت سازمان خیریه و برای نوشتن کتاب هم میفته. پس چیزی که بهم گفته این بود که اون اعمال مهمو باید بشناسی و این اعمال مهم و حیاتی چیزایی هستند که تو میتونی انجامش بدی و بقیه کارا رو بقیه گروه انجام بدن. در حقیقت این کارای مهم و حیاتی از انگشتای دستم بیشتر نیست. من وقتی در مشاور املاک کار میکردم 1000 تا کار بود که میشد توشون عالی شد و اشتباه میکردم که باید توی همش عالی باشم. فکر کنم با خیلی از این کارا آشنا باشید. به عنوان مثال چند تاشو میگم. گزارش خونه‌های شهر رو باید داشته باشی، بدونیم که کدوم خونه‌ها برای فروشن و یا رهنن، هزینه خرید و فروش همه خونه‌ها رو بدونیم، نامه‌های تشکرآمیز براشون بفرستیم، بریم خونه‌ها رو به مشتریان نشون بدیم و خیلی چیزا و کارهای سخت که باید همه رو انجام بدیم و مفید باشیم. خیلی خب، من فهمیدم که از این همه فقط 3 تا چیز مهمن. اگه میتونستم فقط در این 3 بخش خیلی خوب کار کنم و فقط من بتونم از عهدهشون به خوبی بر بیام و وقتی انجامشون بدم اون وقت پول به حسابم سرازیر میشه. این 3 تا چیز اینا بود: داشتن یک لیست کامل، مذاکره کردن برای عقد قرارداد و چشم انداز قوی داشتن. وقتی این کارا رو به نحو احسن انجام بدم، پول به حساب شرکت واریز میشه. به همین خاطر من بیشتر وقت و انرژیمو گذاشتم روی این 3 تا چیز. یه بارم یه تایمر انداختم گردنم. هر وقت این کارا رو انجام میدادم این تایمر استارت میزدم. وقتی هم این 3 تا کارو نمیکردم تایمر رو قطع میکردم. مثلا میرفتم سمت یه خونه، در میزدم، تق تق تق، در باز میشد، تایمر رو میزدم، حرف میزدم، در بسته میشد، تایمر قطع. سوار ماشین میشدم، میرفتم یه جا دیگه، تق تق تق، تایمر شروع، حرف میزدم، تایمر قطع. میرفتم خونه، زنگ میزدم به یه نفر، تایمر رو میزدم، تلفن رو قطع میکردم، تایمرم قطع میشد. اولین روزی که این کارو کردم به مدت زمان خیلی خوبی رسیدم و هر روز بعد از اون روز سعی کردم به اون مدت زمان برسم. یکم میدونم خیلی دیوونه کننده است، دیوونم میدونم. 16 ساعت در روز این تایمر رو مینداختم دور گردنم. نصف شب که خیلی خسته میشدم و وقت خوابم بود تایمر رو نگاه میکردم، چون وقت محاسبه بود. شب اولی که این تایمر رو 16 ساعت
انداخته بودم دور گردنم، حدس بزنید مدت زمانش چقدر شده بود؟ 2 ساعت؟ 3 ساعت؟ نه، فقط 19 دقیقه و 54 ثانیه. ولی من 16 ساعت در روز این تایمر رو گردنم داشتم و اگه وارد دفتر من میشدید و منو میدیدین فکر میکردید دیوونه شدم. مدت زمان کار مفیدی که من انجام میدادم در روز فقط 19 دقیقه و 54 ثانیه بود. وقتی این موضوع متوجه شدم تبدیل شدم به یه آدم دیوونه. افزایش دادن این زمان به 40 دقیقه کار خیلی باور نکردنی بود. وقتی تونستم این زمان رو به 1 ساعت بکشونم تو محل کارم جشن گرفتم. در 4 سالی که در مشاور املاک کار میکردم این زمانو فقط در 10 یا 12 مرتبه به 4 ساعت در روز رسوندم. این یعنی چی؟ یعنی تو این 4 سال فقط چند بار تونستم به اندازه نصف روز کار مفید انجام بدم. وقتی شما بفهمید که اون کارای اصلی و حیاتیتون چیه، همون چیزایی که فقط شما قادر به انجامش هستید و به خاطر انجام دادنشون پول میگیرید، و وقتی اولویتاتون رو متوجه بشید و بهشون زمان بدید و وقت بذارید و وقتی برای اولین بار از تایمر استفاده کنید و ببینید که چه مدتی رو در روز به انجام دادنش میگذرونید، ممکنه واسه اولین بار شوکه بشید که چه مدت زمان کمی رو در روز به کارایی میپردازید که واقعاً براتون ارزش داره. و اگه در سال پیش روتون سعی کنید که این مدت زمان رو هر روز افزایش بدید، اون وقت نتایجتون پیشرفت چشمگیری پیدا میکنه. کارای مفیدتون بیشتر میشه و به چیزای مهمتر و بهتری فکر میکنید. به همین راحتی. حالا چطوری میتونیم فقط این کارای مهم و حیاتی رو انجام بدیم؟ این سوالیه که باید از خودمون بپرسیم که ما این همه کارای دیگه واسه انجام داریم، چجوری باید این کارای مهم رو انجام بدیم؟ اولین چیزی که باید بدونید اینه که شما چقدر با ارزش هستید و زمانتون چقدر با ارزشه، ولی باید از طریق ریاضی هم بهتون ثابت بشه که این زمان چقدر با ارزشه. اگه حقوقتون رو تقسیم به 2000 کنید میشه قیمت هر ساعت از زمانتون. این میشه ارزش شما در هر ساعت. مثلا فرض کنیم شما $100,000 در سال درآمد دارید، اون وقت قیمت هر ساعتتون میشه $50. اگه سالی $250,000 درآمد داشته باشید قیمت هر ساعتتون میشه $125. اگه سالی $1,000,000 درآمد داشته باشید قیمت هر ساعت میشه $500. و اگه شما برای این کار بخواید یه نفر رو استخدام کنید، یعنی برای هر ساعت باید این مبلغ رو بهش پرداخت کنید. فکر کنید روز اول ژانویه یه نفر به حسابتون $250,000 میریزه. پولو کی به حساب من ریخته؟ وای خدای من. و تنها کاری که شما باید انجام بدید اینه که پولو تو حسابتون نگه دارید، ولی هر ساعتی که داره میگذره اگه $125 در ساعت کارتون ارزش داشته باشه، دارید این قیمت رو از حسابتون خارج میکنید. اون وقت آخر سال میشه و میرید حسابتون رو چک میکنید و میبینید $82,000 فقط دارید. پس چی شده اون همه پول؟ اون وقت یادتون میاد که اون موقعی که رفته بودید تو شبکه‌های اجتماعی تا یه فیلم کوتاه از یه گربه بامزه رو ببینید و بعدش رفتید یه ویدئوی دیگه دیدید و بعد 20 دقیقه رو از دست دادید. اتفاقی که تو این 20 دقیقه افتاد این بود که شما از جیبتون کیف پولتون رو برداشتید و 2 تا اسکناس $20 رو برداشتین و با یه فندک آتیشش زدین. چرا که تو همین زمان $40 رو از دست دادید، فقط تو 20 دقیقه. خیلی فکر میکنن اینستاگرام یه راه مجانیه. نه، فیسبوک، تلگرام، اینا که هیچ کدوم مجانی نیستن. اینا خیلی هم گرونن، چرا که زمانتون رو میگیرن. این مهمه که زمانتون میره. بریم سراغ 3 تا قانون اصلی. اولین قانون این بود که برید ببینید 3 تا کار اساسی حیاتیتون چیه. همون کارهای اساسی که دربارش حرف زدیم با هم، و سعی کنید 90% زمانتون رو به اون کار اختصاص بدید. چه کاری رو از بقیه کارا بهتر انجام میدید؟ چه کاریه که فقط شما میتونید به نحو احسنت انجامش بدید؟ بقیه کارا رو بذارید کنار، اونا مهم نیستن. من اهمیت نمیدم که شما کارمندید یا نه. مهم اینه که کارهای کوچیکو که در شرکتتون انجام میدین اون قدری روش تمرکز داشته باشید که بتونید خوب انجامش بدید. این موضوع مهمه. همیشه اینو از خودتون بپرسید که اگه من $125 به یه نفر برای هر ساعت پول بدم که کاریه که من میکنم انجام بده، آگه میرم کامنتامو چک کنم یا فیسبوکمو نگاه کنم؟ اگه جوابتون نه، پس دیگه انجامش ندید، چون مهم نیست. واقعا مهم نیست. خیلی از ما در طول زندگیمون از زمانی که داریم سوء استفاده میکنیم و هدرش میدیم. تنها چیزی که در زندگی داریم همینه. از وقتی که به دنیا میایم یه شمی روشن میشه و همینطوری که زمان میگذره این شم کوچیک و کوچیکتر میشه. تنها چیزی که داریم همینه. زمانمونه که میره.
زمانتون رو راحت از دست ندید. چه چیزی بهتر از چند تا کار مهم و حیاتیه؟ یه کار مهم، یه کاری که واقعا براتون مهمه. خیلی از جالستینو یکی از مهمترین سخنرانان دنیا میدونم، ولی من ایشونو مدیر عامل یه سازمان چندین میلیون دلاری میبینم. یه روز رفتم پیششو گفتم جل، برنامه ای تو در هفته 40 میلیون بیننده داره و یه تشکیلات بزرگ داری. من و تو تقریبا تو یه بیزنس هستیم، ولی دوتامون داریم سعی میکنیم امیدو به مردم بدیم. تو موفقی، من نیستم، چطوری ممکنه؟ به من گفت اولین باری که پدرم مدیریت کلیسا رو به من واگذار کرد داشتم سعی میکردم همه کارا رو خودم انجام بدم. تمام مراسم عروسی و خاک سپاری و حتی نورپردازی رو خودم انجام میدادم و این باعث شد که سازمان متوقف بشه و نتونه پیشرفتی داشته باشه. اون موقع بود که فهمیدم که دارم خودکشی میکنم و تمام کارا رو دارم خودم انجام میدم و هیچ پیشرفتی هم ندارم. اون وقت به خودم گفتم که باید تا جایی که میشه کاری که دارم انجام میدم و متوقف کنم و چه کاری است که بیشترین و مهمترین تاثیر رو روی پیشرفت و رشد سازمان داره. بهم گفت که مهمترین چیز 22 دقیقه در روزه یکشنبه است که تو داری سخنرانی میکنی و باید تاثیرگذار و امیدبخش باشی. این میتونه رو بقیه چیزا هم تاثیر بذاره، پس فقط تمرکز کردم رون 22 دقیقه.